ناتوانی طالبان بر اداره فضای افغانستان. امیرخان متقی از امریکا خواست تا حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. واکنش بر ضروری ندانستن قانون اساسی از سوی طالبان. دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت طالبان قانون ندارد و احکام به صورت دلخواه تغییر میکند. آغاز سال آموزشی ولایت‌های گرمسیر. سال جدید آموزشی در ولایت‌های گرمسیر با محدودیت بر مکتب‌های دختران آغاز شد. و خواست چین از جهان مبنی بر تلاش برای دستیابی صلح در افغانستان. سفیر چین در کابل میگوید که جامعه جهانی باید نقش سازنده‌ای برای دستیابی صلح و امنیت در افغانستان ایفا کند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. سرپرست وزارت خارجه طالبان از امریکا خواست به توافقنامه دوحه پایبند بماند و دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض نکند. امیرخان متقی در نشست خبری در کابل گفت که این موضوع را از راه دیپلماسی دنبال می کند و از جهان نیز خواست که بر امریکا فشار بیاورد که حریم هوایی افغانستان نقض نشود. توافقنامه دوحه به صراحت آمده که بعد از ایالات متحده آمریکا هیچ نوع مداخله در امور افغانستان نمی کنه، ولی فعلا که اونها در فضای افغانستان پروازها داره، این خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. وزیر خارجه طالبان در مورد نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که در یک سال گذشته هیچ گروهی نتوانسته از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. امیرخان متقی در این نشست خبری مدعی شد در حالی که در 20 سال گذشته بیش از 50 کشور نتوانستند داعش را در افغانستان شکست دهند، اما طالبان این گروه را شکست داده و داعش در افغانستان هیچ قلمرو را در اختیار ندارد. او افزود که طالبان نه تنها روابط با این گروه‌ها را قطع کرده، بلکه در برابر گروه‌های خارجی مبارزه کرده و قربانی داده است. آقای متقی همچنین گفت که جهان باید عملکرد حکومت طالبان را ببیند. وزیر خارجه طالبان در حال از نقض حریم هوایی افغانستان توسط امریکا سخن میگوید که در ماه‌های اخیر گشتزنی پهپادهای آمریکایی در آسمان شهرهای مختلف افغانستان افزایش یافته است. در اوایل ماه اگست هواپیمای بدون سرنشین آمریکا ایمن الظواهری رهبر القاعده را در قلب کابل از بین برد. به دنبال کشته شدن ظواهری نگرانی‌ها مبنی بر حضور گروه‌های تروریستی و رابطه آنان با طالبان بیشتر شد. اما وزیر خارجه طالبان گفت که تاکنون امریکا در مورد کشته شدن الظواهری سند ارائه نکرده و تحقیقات این گروه نیز تکمیل نشده است. گروه طالبان پیشتر گفته بود که جسد رهبر القاعده را پیدا نتوانستند. سرپرست وزارت خارجه طالبان تاکید کرد با آنکه امریکا در توافقنامه دوحه تعهد کرده بود که در آبادی افغانستان سهم میگیرد، اما او افزود که امریکا نه تنها سهم در بازسازی افغانستان نگرفت بلکه طالبان را تحریم کرد. وزیر خارجه طالبان خطاب به امریکا گفت که فشارهای ناکام 20 سال گذشته نتیجه نمیدهد و واشنگتن باید با این گروه روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کند. وزیر خارجه طالبان در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هم گفت با آنکه این گروه به رسمیت شناخته نشده است، اما سفرهای مقامات طالبان به خارج از افغانستان رسمی بوده است. امیرخان متقی در نشست خبری افزود که ما به کنفرانس اسلامی در اسلام آباد، نشست انتالیا، نشست فارمت مسکو و چین به طور رسمی دعوت شدیم. متقی هرچند از کشور خاص نام نبرد، اما گفت که این گروه در جهان حامیانه دارند که به گفته او اگر ضرر متوجه طالبان شود، کشورهای عامی این گروه صدای خود را بلند خواهد کرد. او افزود که طالبان دیپلماسی خوب با اکثر کشورها داشته و مشکلات افغانستان با کشورهای منطقه حل شده است. با این حال او افزود که از کشورهایی که در 20 سال گذشته با این گروه در جنگ بوده انتظار ندارد. دیدبان حقوق بشر میگوید در حکومت طالبان قانون معنایی ندارد و حتی مشخص نیست قانون چیست. و گفته این نهاد در حکومتداری طالبان تنها احکام در حال تغییر با تفسیر دلخواه وجود دارد و قانون همان چیز است که یک مقام طالبان میگوید. طالبان پیش از این گفتند که افغانستان به قانون اساسی نیاز ندارد. اخیراً عبدالکریم حیدر معاون وزارت عدلیه طالبان در یک نشست خبری گفت که افغانستان ضرورت به قانون اساسی ندارد. او تاکید کرد که مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر به تازگی در مطلب در مورد افغانستان گفته است که از زمان لغو قانون اساسی افغانستان و اینکه قوانین باید با شریعت مطابقت داشته باشد، مشخص نیست که کدام قوانین و مقررات نافذ هستند یا چگونه به جرایم رسیدگی می شود.
پیشتر ریچارد بن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در گزارش گفت که از زمان رویکار آمدن طالبان قوانین و احکام در حال تغییر با تفسیر دلخواه وجود دارد. مطابق با این گزارش پرونده‌های حقوقی به صورت خاص در حوزه‌های قضایی رسیدگی می‌شوند، در حالی که جرایم اساسی اغلب توسط نیروهای امنیتی بدون دخالت دادستان یا قاضی حل و فصل می‌شوند. بر اساس گزارش سازمان ملل پیشرفت بسیار زیاد در برخورداری زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود. مطابق با گزارش اخیر سازمان ملل متحد در هیچ کشور دیگر زنان و دختران به این سرعت از تمام عرصه‌های زندگی عمومی محو نشدند. این بررسی همچنین به تشریح تخلفات طالبان علیه مقامات دولت سابق، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی از جمله دیگر نگرانی‌های حقوقی می‌پردازد. قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در اواخر ماه سپتامبر در مورد یافته‌های این گزارش بحث کند. دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که به منظور پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان، کشورها باید از این فرصت برای تجدید مأموریت گزارشگر ویژه و ایجاد یک نهاد جدید برای بررسی وضعیت حقوق بشری استفاده کنند. با گزارش باختر سال جدید آموزشی 1401 در ولایت‌های گرمسیر روز سه‌شنبه با حضور شمار از مسئولان وزارت معارف طالبان و برخی از مقامات محلی این گروه آغاز شد. مقامات طالبان از شهروندان خواستند برای پیشرفت افغانستان و نظام طالبان فرزندان خود را به مفکوره‌های دینی و ملی تشویق کنند. طالبان در حال از نواختن دومین زنگ مکتب در مناطق گرمسیر تا یک سال گذشته خبر می‌دهند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. با گزارش باختر ارگان نشراتی طالبان، مقامات این گروه در مراسم سال جدید آموزشی گفتند که معلمان در تربیت شاگردان نقش کلیدی و اساسی دارند و از شهروندان خواستند تا برای پیشرفت کشور و نظام جدید فرزندان خود را با مفکوره‌های دینی و ملی تشویق کنند. پیش از این مقامات وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی طالبان بارها از دستگاه معارف افغانستان و نسلی که در 2 دهه گذشته در این کشور آموزش دیدند ابراز نارضایتی کردند. وانگ یو سفیر چین در کابل میگوید که جامعه جهانی باید نقش سازنده برای دستیابی به صلح و امنیت در افغانستان ایفا کند. او امروز سه‌شنبه 16 سنبله در توییت نگاشته است که در گفتگو با همتای روسیه‌اش حمله بر سفارت روسیه در کابل را محکوم کرده است. سفیر چین اضافه کرده است حمله تروریستی را که به شهادت کارمندان سفارت و غیر نظامیان افغان انجامید به شدت محکوم می‌کنم. از سوی هم وزارت خارجه چین نیز روز گذشته با محکوم کردن این حمله گفت امیدوار است طرف‌های زیر ربط در افغانستان بتوانند اقدام‌های موثر را برای اطمینان از امنیت ماموریت‌ها و کارمندان دیپلماتیک خارجی انجام دهند. مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل را که منجر به کشته شدن 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت این کشور شد، داعش بر عهده گرفته است.